میخوایم بریم ساوه. من امروز شبکه 3 رو داشتم میدیدم، همش داشتن جشنواره انار ساوه رو نشون میدادن. اینقدر کیف کردم، اینقدر ذوق کردم. دقیقاً سلام و شب بخیر و تبریک به همه ساوجی‌های عزیز. بفرمایید ساوه. جشنواره انار ساوه شده یلدای بزرگ، یه جایی که بوی خوردنی‌های محلی، صدای سازهای قدیمی و مزه انار رسیده آدمو میبره دقیقاً وسط حال و هوای همون شب بلند. یلدا قدیم روی سر کرسی بود، آجیل بود، بعد کشمش بود، نخودچی بود، جیل مغزی بود، انار ساوه بود و بعد یک کیلو تندونه پیدا میشد. دور هم میجسیم میخوردیم، خیلی هم خوش بودیم با هم. ندارد، هر وقت تو بخندی میشه کفر. همه ما انار رو نمادی از شب یلدا میدونیم، اما انار خاصیت‌های درمانی خیلی بالایی داره. این میوه بهشتی علاوه بر اینکه خوراکی بسیار خوشمزه‌ایه، بلکه آنتی اکسیدان خیلی بالایی داره و خاصیت ضد میکروبی و ضد سرطانی هم داره. کشاورزی اصلی که شب یلدا مردم داشتیم ما شمالیا، این آبکنوس بود که همیشه تو همین سفره همه مردم گیلان هستش که این آبکنوس در فصل پاییز مردم گلشو که میکندن میذاشتن توی خمره بزرگ، آب نمک میریختن توش، بیرون از خونه میذاشتن و این سفره یلدا رو پهن میکردن. این آبکنوس رو میآوردن همه دوره هم مصرف میکردیم و خیلی خوش میگذشت. مزهش هنوز زیر زبونم هست. جشنواره ملی انار ساوه و جشنواره اقوام ایرانی با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان ساوه و تقویت برند انار و ایجاد فضای هم‌افزایی میان سنت‌ها و صنایع بومی برگزار شد. انار، این میوه بهشتی، نماد برکت، عشق و سلامتی است و در سفره یلدای ایرانیان جایگاه ویژه‌ای دارد. یلدا بر ایران و ایرانیان مبارک.